یکی از هیجان انگیزترین مکان‌های تفریحی دبی، رصدخانه اسکای ویو یکی از هیجان انگیزترین نقاط تفریحی دبی میباشد که در مرکز شهر روبروی برج خلیفه قرار دارد. این رصدخانه شامل یک طبقه شیشه‌ای جذاب و خیره کننده در ارتفاع 220 متری به طول 25 متر است که از طریق یک آسانسور پارانوای شیشه‌ای میتوانید به این طبقه برسید و از مناظر زیبای شهر و برج خلیفه لذت ببرید. سورسوری شیشه‌ای، این سورسوری کاملا شیشه‌ای و هیجان انگیز در فضای باز در طبقه 53 در ارتفاع 219 متری قرار دارد که شما را به طبقه 52 در ارتفاع 250 متری میبرد، در حالی که در یک لوله شیشه‌ای شفاف محصور شده است. ادگوالک یکی از تجربه‌های متفاوتی که در اسکای ویو میتوانید داشته باشید راه رفتن بر قسمت لبه ادگوالک است. این پیاده‌رو مرتفع‌ترین پیاده‌روی شیشه‌ای است که در ارتفاع 219.5 از سطح زمین بالای غلاف اصلی برج واقع شده که در عین زیبایی و امنیت آدرنالین خون شما رو به شدت بالا میبرد. ای خدا شانس بده، پولدارا کجا که نمیرن. حالا بگو ببینم برنامه‌ت برای تابستون